دوستان نهایت عزیز، به یک از ویژه برنامه‌های دیگر ما خوش آمدید. امروز تصمیم گرفتیم که در خواجه چهارشنبه یک برنامه ثبت کنیم. سر کور رفتم کلی کور گزیدم. سر کور رفتم 6 بار شد. کاش در ایام طفلی زهر میگه شیر من. نه شد نمیگه. بسیار خوب نقیب الله جان عزیز، لطف کنیم برای ما بگین فعلا مصروفیت شما چیه، شاغل چه شغل است؟ من همکار برادر خونه. چه سبب شد که آمدین به خواجه چهارشنبه به تفریح؟ اختیار به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین کانال زیبای افغانستان. امیدوارم هر جای که هستین سالم و تندرست باشین. دوستان نهایت عزیز، به یک از ویژه برنامه‌های دیگر ما خوش آمدید. امروز تصمیم گرفتیم که در خواجه چهارشنبه یک برنامه ثبت کنیم. امیدوارم تا آخر برنامه در کنار ما باشین. سپاسگزارم. دوستان نهایت عزیز، در ادامه برنامه کنار دو از همشری عزیز هستیم. امیدوارم که تا آخر برنامه در کنار ما باشین. یک معرفی از هر دو نفر میگیریم، سوالات چالشی هم داریم، هر کی پاسخ درست داد جایزه هم داره. خب سلام خدمت شما. به نام خدا، سلام خدمت شما و همکاران عزیز شما. محسن محمدی هم از هرات باستان. بسیار خوب محمدی صاحب نازنین، خوشبخت شدم از معرفی با شما. شما دوست عزیز؟ به نام خدا محمد قادری از هرات. بسیار خوب قادری صاحب نازنین، نام خدا خوب، یک چرگک شادابی هم داره، مقصد خجالتی نباشین. خب عزیزای دل، من سوال میپرسم محمدی صاحب نازنین، چه باعث شد که آمدین اینجا؟ آیا از طبیعت خوش شما میآید یا به خاطر از اینکه فضای دورتر نسبت به شهر داشت؟ به خدا ما قبلا هم خود دوستا پلان ریخته بودیم که بیایم آشپزی کنیم به دل طبیعت. بالاخره بین جوانا رای گیری شد دیگه، خود چهارشنبه رو انتخاب کردم چون فضای خیلی خوبه، آب و هوا خیلی سرد داره نسبت به شهر و کلا فضا آرام بخشه. خاطر همین اومدیم. فقط هم یک سوال دیگه محمدی صاحب عزیز، انسان نیاز داره به همچین طبیعت‌های بکری، متوجه شدین؟ خدا رو شکر امنیت داخلی هم خوبه، انسان نیاز داره رفته بیایه به همچین فضای. شما به همین دوستایی که بر فرض مثال جماع میرن به جای دیگه میرن، برای لازم چی گفتنی داره؟ انشالله هر جا میرم خیلی با احتیاط برم، با احتیاط برگردم، چون که خود شما میبینید که فعلا حوادث ترافیکی زیاد میشه و امیدوارم که خیلی احتیاط کنم، چون وقتی که ما از خونه میاییم باز خیلی ها منتظر مانم که دوباره باز برگردیم. انشالله که سعی سالم پس برگردیم به خونه و کدام اتفاقی برای ما و دوستامان افته. تشکر از شما عزیزم. بین شما دو نفر کی اول تمایل داره که سوال چالشی میپرسه؟ محمد دستم چالش خیلی خوبه. دستم چالش. خب من یک زمان شکنه که میگم هر تونست درست بگه. 5 بار بگین. خب هر کدوم شما فرق نمیکنه. هر کدوم مختلف. هر کدوم. اینا اول اینا، دوم بعد شما اگر تونستین. شما 5 بار تست بگین. سر کور رفتم کلی کور گزیدم. گزیدم من جویدم. سر کور رفتم کلی کور گزیدم. 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 سر کور رفتم 6 بار شد. جایزه هم میدم برای شما. خب خیلی شما که 1-0 از شما مسک کنن، خیلی ساده. شما بگین داغ گازدار داغ گازدار گاز دغدار، نه فکر سر کنم داغ گازدار گاز دغدار، امیر بگیم بی زحمت. دوغ گازدار گاز دغدار، دوغ گازدار گاز دغدار، دوغ گازدار
گازا دوغدار. چی؟ دوغ گازدار گازا دوغدار. تست. دوغ گازدار گازا دوغدار. دوغ. تشکر از شما. خب یک موسوی زمان شکنه که بعدی هم بگین کشتم شپش کش 6 بارا. 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 تشکر از شما. خب لالا جان از شما یک سوال دیگه میپرسم. فعلا اینا دوی شما یک هر دوسته که برنده چالش شد جایزه داره. بیاد نستم. نصف میکنن. آفرین دوستا خوبه. سوال اینه که در یک خونه 4 نفر زندگی میکنن. برق از اون خونه هم میره. داخل از اون خونه یک طفل شیرخواره، یک ناشنوای، یک لاله، یک کوره نابینای. زنگ از این خونه زده میشه. زنگ آیفون از این خونه. کی از همه زودتر متوجه میشه؟ کور دیگه. چرا؟ خوب میشنه و کار خونه. خب ناشنوا میشنوه. صحبت پیدا نمیشه. به نظر من خواهیم کور دیگه. خب طفل نوزاد نمیشنوه. دو خونه نوزاد دیگه بشنه نمیفهمه. دوباره سوال از شما بپرسم. خب فکر کنین در یک خونه 4 نفر زندگی میکنن. برق از اون خونه هم نیه. داخل از اون خونه یک طفل شیرخواره، یک لاله، یک ناشنوای، خود یک نابینایی. کی از همه زودتر متوجه میشه؟ خب برق که نباشه دیگه زنگ زدن. خب چه میگن کور؟ خب یک سوال دیگه هم سوال فینال میپرسم هر کدوم شما پاسخ دادین. سوال از هر کدوم شما دست خورده بالا آوردین پاسخ میدین. خب ببینین یک نفر داخل موتر خونه. خب داخل موتر خونه میره به سمت چرک بالا. باران هم شدید میباره. پشت چراغ سرخ استارت میشه. یه عجله هم داره سعی میکنه که جلوی روی فارغ یا خیر چون موتور دیگه هم هسته. یه از موتر که تم میشه نه چت به تاثیر خدا را نه کلا یک تار موی هم خیس نمیشه. چرا؟ هر کدوم شما سریعتر پاسخ دادین. دست خور بالا کنه. که حالا دیگه. آفرین. فقط از پشت صحنه برین و نقل برسوندن. نیست من کار ندارم. تشکر. خب دوستان عزیز خوش آمدید مجددا در ادامه برنامه ما. آمدیم کنار دو تا از دوستا دیگه در حال ماهیگیری بودن که من آمدم داخل آب. آبم بسیار یک آب سردیه که پیشنهاد میکنم که شما هم تشریف بیارین. هم اینجا طبیعت بکر داره، آب بسیار خوبی هم داره. هم میتونید ماهیگیری کنید و هم از فضا لذت ببرین. خب یک معرفی میشم. خدا لالا جان سلام، وقت شما بخیر. سلام، میرویس نیکزاد هستم. یکی از باشنده شهر ایرات. بسیار خوب. نگذار صاحب عزیز خوشحال شدم. شما دوست عزیز؟ به نام خدا خلیل احمد هستم، یک تن از باشندگان ولایت هرات. بسیار خوب خلیل احمد جان. خب نگذار صاحب عزیز شغل شما چیه؟ در حال حاضر مصروف چه کاری هستین در شهر؟ مشغول سخت افزار موبایل، یعنی تعمیرات موبایل، انجینر تعمیرات موبایل هستم. بسیار خوب. شغل شریفی دارین. خب شما دوست عزیز؟ شغل ما نونواییه. بسیار خوب. اینا از شما شریف برن لذاق نگذاره. نونوای دیگه. شریف چه کاکای نه. خلالا جان چه کار نکردین اینجا؟ ماهی هم بگرفتین نگرفته؟ نه به خدا چه روزا طولانی کمک گفتن ساعتیری کنه. حالا چیزی که بگیر میام یه پچلاک پاس یلا میکنه. نکنه مایار که یا پچلاک کار یلا کنه من زندگی خور بکنه. شما چه کار کردین لاسو اومدین؟ دیگه ما اینجا خود اینا مشغولیم ساعتیری دیگه رفقا دیگه ما اینجا گل لبسی میکنم. ما گفتیم داخل ما کم ساعتیری کنه. میگم میگن اون چیزای دیگه اون کرای پخته کردن میکنه. نه پس نه. بسیار خوب. به دوستا چی پیشنهاد دارن؟ همون کسایی که ما را از پشت پرده دوربین میبینن چه گفتنی دارین؟ توصیه خاصی ندارم دیگه. جوونا ایرات هم پخته هم برادرها فقط پدر و مادر رو آزرده نکنه. دیگه که طبیعت شما بنده بیایم مثلا تو دربار ایرات بیایم مثلا من کجا چهارشنبه جا سرسبزی خوب طبیعت داره. بالاخره کسایی که کمک به خونه این بعد جاش ما مثلا گپ تنگ و دق شدیم بیایم بیریم که طبیعت کنه ساعت شما تیر میشه. دیگه گفتنی خاصی بسیار خوب. یک پیشنهاد بسیار عالی بود. شما لالا جان به همین اشخاصی که بی‌احتیاطی میکنن در همین روزا ما شاهد حادثات زیاد هستیم از موتورسایکل گرفته تا موتر اینا. چه پیشنهادی دارین؟ چه گفتنی دارین؟ واقعیت ما دیشب هم شفاخانه بودیم دیگه. یکی از دوستان میتکم مریض شده بود برفتیم. خیلی از جوانا رو بدیدین که سر نابسته، پای نابسته، دستای نابسته بنداش پیش کرده و به خاطر چی؟ به خاطر این تصادفات مثلا سایکل پرش میدم یا تیز میرم بی‌احتیاطی میکنم. دیگه توصیه همینه که شهرم شلوغ شده.
دیگه احتیاط کنم به خاطر نه فامیل خور به تشویش بندازم نه یک دیگه توصیه اینه که آرومتر و سکل سواری کنم بالاخره احتیاط خور بکنم دیگه توصیه خاصی نداره. بسیار خوب، تشکر از هر دو تا شما. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشین، خوش بگذره برای شما به این طبیعت. سلامت باشید. دیگه برنامه ما ادامه داره دوستا، جای نری. در حقیقت دوزخ است این عمر در تقدیر من، کاش در ایام طفلی زهر میگه شیر من. زندگی زندان غم گشت و جهان زنجیر من جوان نامرادم این بود تقدیر من. چکر. خب دوستان عزیز، مجددا خوش آمدین. برنامه ما کماکان ادامه داره. امیدوارم که تا آخر برنامه در کنار ما باشین. در این قسمت از برنامه در کنار یک از دوستای عزیز هستیم که فعلا اینجا مصروفیت اینا دکاندار هستن و دوست دارم که با اونا معرفی بشیم، هم ما و هم شما اونا رو بشناسین. سلام دوست عزیز، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشین عزیزان. زنده باشین. سلامت باشین. یک معرفی خود داشته باشین برای ما و اسم دوستان. است بسم الله. بسیار اینجا یک سال میشه که دیکون واقعیم. خوبه واقعا، هم آرومیه، کاروبارم خوبه، بالاخره بد نیست. اینجا مردم هم خوبه، میایم اینجا مصروف هم، بالاخره ما هم خوبه اینجا کاروبار، رزین امنیت رزین بالاخره خوبه. بسیار خوب. بعد چی دکان شما چیه بیشتر چی میفروشین؟ دیکون ما دیگه دیکون بقالیه دیگه، نوشیدنی و دیگه بیسکوت و اون چیزای بقالیه دیگه. بسیار خوب. بقالیه. ساعت چند بجه باز دکان شما؟ چه و جمعه که تا به صبح بایم دیگه، این روزای دیگه هم تا به 2 بجه 3 بجه شو 12 1 بجه شو اینجا بایم، اینجا مصروفیم اینجا. خوبه خدا را شکر، خوبیه داره که امنیت هیچ گپی نیست. باز مشتری دارن دیگه تا یک مشتری هم ولی مشتری هم داریم تا 2 بجه 3 بجه 12 1 خوبه، مشتری هم هست ولی. بسیار خوب. مردم هم زیاد میایند به این قسمتی ها؟ ولی زیاد میام چون آب و هوای خوبی داره، یخ، مردم زیاد میام چون شراک هست گرمه، مردم اینجا زیاد میام، امنیت هم خوبه، سرسبز فضا که هم میبینیم خود شما کنه، مردم هم ببینه که دایم میره رقم خوبه خدا رو شکر. امنیت به هفته کاملا هفته مثلا هفته افروز بیشتر روزا جمعه میایند دیگه، روزا هم میاین دوستا؟ فقط دیگه روزا میایم کم میام، روزا جمعه زیاد میایم. شب استاد هم که میایند ولی درسته؟ شو هم میام نیستم و شو هم هستم میگه خیمه دارم، امنیت هیچ گپی نیست، دل جمع مردم اینجا میایم استراحت میکنم، خوبه و یخ برابریه. بسیار خوب. پس از امنیت هم رضایت دارین شما، از مردم هم که میایند رضایت داریم، ولی از همه واقعا خدا رو شکر خوبه. تشکر دوست عزیز، لطف کردین. سلامت باشین، خداوند به کار و غریبی شما برکت بده. دوستان نهایت عزیز، به ختم برنامه رسیدم. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین. برنامه امروزی ما بود. ما را از حمایت خود فراموش نکنین، کانال ما را سابسکرایب کنین، ویدیو ما را شیر و لایک کنین. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین. تا برنامه‌های بعدی شما را به خداوند کریم و بی‌نیاز می‌سپارم.